سلام، امروز ما می‌خوایم جابجا بشیم و اومدیم وسایلی که مورد نیازمون نیست و تو ریسایکلینگ دور بریزیم. بریم که قسمت‌های مختلفش رو با هم ببینیم. سوئد یکی از کشورهای پیشرو در بازیافت است و شعار سوئد در این حوزه زباله صفر است. جالبه بدونید که 99% زباله‌های خانگی بازیافت میشه و تنها 1% یا کمتر دفن میشه. مردم سوئد زباله‌های خانگی رو خودشون تفکیک میکنن و این یک فرهنگ شده. در حال حاضر سوئد به خاطر کمبود تولید زباله مجبور شده زباله از کشورهای همسایه وارد کنه. اینجا همه چی تو خونه تفکیک میشه و ایستگاه بازیافت تو همه محله ها هست، ولی یه سری اقلام بزرگتر مثل تلویزیون، یخچال یا مبلمان شکسته رو باید بریم به مرکز بازیافت تحویل بدیم. مرکز بازیافت هم تو همه شهرها چند تا وجود داره. همینطور که میبینین خیلی وسایل مثل یخچال و ماشین لباسشویی چون مشکل فنی داشتن یا قطعی ازشون مشکل داشته دور ریختن، چون هزینه تعمیر اینجا خیلی زیاده و ترجیح میدن جنس نو با گارانتی بخرن.